پولدار که باشی حتی صندلی هواپیمات هم فرق داره. بالاخره گرونترین صندلی هواپیما مشخص شد. این صندلی که توی سقف هواپیما و توی محفظه میبینین به عنوان صندلی ویژه ثروتمندان معرفی شده. یه آسانسور داره وسط هواپیما که میبرتتون میذارتتون بالا. از امکاناتش واقعا نگم برات که دید 360 درجه، هوای مطبوع، غذای سفارشی، تازه صندلی 2 نفره هم داره که هر وقت خسته شدی میتونی مهماندار رو هم ببری بالا و یه گپ دوستانه بزنی. مانیتور و ماساژور و کلی امکانات دیگه هم داره که در برابر اون دید 360 درجه اصلا کلا بچه بازی. حالا سوال اینه که قیمتش چقدره؟ دقیقاً کسی نمیدونه، ولی اولا گفتن قیمتش چند برابر قیمت یه فرست کلاس، دوم این که علاقه‌مندان تا سال 2027 باید برای نشستن روی این صندلی پادشاهی صبر. در مورد این محفظه هم کلی حرف و حدیثه. اول این که ایرودینامیک هواپیما رو به هم نمیزنه، دوم این که کاملا مقاوم در برابر تمام ضربات و اشعه‌های مضر مثل فرابنفش.